به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان گرامی. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. از سری ضبط‌هایی که برای شما دوستان انجام میدیم توی نقاطی که نمیتونید توی لنچکد حضور داشته باشید، قسمت دومش رو در خدمت شما هستیم. ارتباط پیدا میکنه با تفسیر نوار قلب جلسه دوم. ما توی جلسه اول چی گفتیم؟ یکم صحبت کردیم در مورد آناتومی قلب، یکم صحبت کردیم در مورد فیزیولوژیش، اینی که تکانه‌های عصبی چطور میتونن سلول‌های قلبی رو دچار تغییرات مختلفی کنن. صحبت کردیم در مورد بدیهیاتی که در ارتباط با نوار قلب وجود داره، در مورد تفسیر مختصر و ابتدایی نوار قلب. یک نوار قلب از چه اجزایی تشکیل شده. به کوچولو در مورد ریاضیات و فیزیک در قلب صحبت کردیم. اما این جلسه میخوایم چه چیزایی رو در مورد صحبت کنیم. این جلسه بیشتر میخوایم توی وادی نوار قلب صحبت کنیم. یه مقداری در مورد نحوه تعیین تعداد ضربان قلب میخوایم صحبت کنیم. یه مقدار در مورد تعیین محور قلب صحبت کنیم و گریزی میزنیم به اختلالات دهلیزی. ما اختلالات زیادی توی قلب داریم که نمیشه همش رو توی این جلسه گفت. مقداریش رو که همون اختلالات دهلیزی اینجا براتون. اما قسمت اولش تعیین تعداد ضربان قلب. خب ما میخوایم تعداد ضربان قلب رو اینجا برای شما تعیین کنیم. به چه دردی میخوره؟ خب شاید شما بگی ما میتونیم این کار رو با حتی با گرفتن یک نبض یا با استفاده از یک استتوسکوپ هم تعداد ضربان قلب رو تعیین کنیم. حق با شماست. اما وقتی شما بر اساس نوار قلب روی تعداد ضربان قلب رو تعیین میکنید، در کنار اینی که میتونید تعداد ضربان قلب رو تعیین کنید، ریتم قلب رو هم میتونید ببینید. اختلالاتی که توی قسمت‌های مختلف EKG هست رو هم میتونید ببینید. مثلا اختلالاتی که توی موج P هست، موج Q هست، موج R، S و یا T و همون قطعه هایی هم که میبینید اختلالاتی اگر داشته باشه شما میتونید روی نوار قلب صورت تشخیصش بدید. پس فقط کاربرد نوار قلب تعیین تعداد ضربانش نیست. یکی و جزء بدیهی ترین کاربردهای تفسیر نوار قلب تعیین تعداد ضربان قلب. چجوری انجامش میدیم؟ الان خدمت شما. چند روش داره. روش 300 تایی، روش 1500 تایی، روش تنبل‌ها. 3 روش: 300 تایی، 1500 تایی و تنبل‌ها. یه روش چهارم از فعلا در موردش صحبت. اما روش 300 تایی یعنی چی؟ یک دقیقه از نوار قلب رو شما اگر ببینید، یک دقیقه میشه از زمانی که نوار قلب شروع میشه به گرفتن تا زمانی که این نوار قلب هی از دستگاه میاد بیرون، یک دقیقه بگذره. بعد از یک دقیقه در حقیقت 300 تا مربع بزرگ داره. در یک دقیقه 300 مربع بزرگ داریم. پس فلسفه این 300 یک دقیقه است. ما تعداد ضربان قلب رو توی چه مدت زمانی ارزیابی میکنیم؟ توی یه دقیقه. یک دقیقه هم 60 ثانیه است. پس به همین دلیل 300 برای ما اهمیت داره. 300 مربع چی؟ بزرگ. هر مربع بزرگ چند تا مربع کوچیکه؟ 5 تا. پس میشه چند تا؟ 1500 که روش دوم. پس 300 مربع بزرگ برای یه دقیقه و 1500 مربع کوچیک
برای این. خب حالا یکی میگه اینا به چه درد ما میخوره؟ الان ببین این قسمت رو پاک میکنم. دو تا کمپلکس میکشم، دو تا کمپلکس طبیعی. ببین ای حالا میگم این فاصله رو ما در نظر میگیریم، اینا بهش میگن موج آر. این فاصله رو ما بهش میگیم آر آر، فاصله بین دو تا رو بهش میگیم آر. خب حد فاصله این دو تا آری که ما داریم، موج آری که ما داریم، چند تا مربع از نوع بزرگشه. حالا ما فرض میکنیم 3 تا مربع بزرگ، 1 مربع، 2 مربع، 3 مربع. 3 مربع بزرگ داریم اینجا. خب فاصله بین این دوتا آرک یه عدد 300 داشتیم توی یه دقیقه. یعنی چیکار میکنیم؟ 300 رو تقسیم میکنیم به تعداد مربع‌های بزرگی که در بین این دوتا آرک وجود دارن. خب 3 تا بود، 300 تقسیم بر 3 مساوی نمیزنه چون دقیق است، تقریبا میشه 100. 100 چی؟ 100 ضربان در دقیقه، بیت یعنی ضربان پر میلیون در دقیقه. 300 به 3 میشه 100. 100 ضربان در دقیقه. این روش 300 تایی. خب آیا ما همیشه فاصله بین این آرها دقیقاً مربع‌های بزرگ رو تشکیل میده؟ نه. 1 در 1000 همین اتفاق نمیفته. خیلی کم پیش میاد همچین اتفاقی رو ما ببینیم. خب اومدیم چی رو پیدا کردیم؟ روش 1500 تایی، مربع‌های کوچیک. خب میگه شما که داری این کار انجام میدی، حالا بیا مربع‌های کوچیک رو بشمر بین اینا. شاید مثلا این آری که اینجا هست 2 تا مربع کوچیک اون طرفتر بود. پس اگر من بخوام بر اساس مربع کوچیک اینو حساب کنم، فکر کنیم این بازم همین 3 تا مربع بزرگ رو اندازه میگیره. میشه چند تا مربع کوچیک؟ 5 تا. 5 تا و 5 تا چه 15. پس عدد 1500 رو تقسیم بر چند میکنم؟ 15. بازم میشه چی؟ تقریبا همون 100 ضربان در دقیقه. حالا فکر کن مثلا 2 تا اون طرفتر، این 15 شما میشه 17. یا 2 تا این طرفتر بود، این 17 شما میشه 13. دیگه تقریبا یه عددی به دست میاد. شما میتونی بالای 95% بگی که تعداد ضربان قلب این بیمار مثلا. اما نکته درگوشی، خوب توجه کن، فاصله بین آرها بایستی توی تمام لیدهایی که توی EKG میبینی باید برابر باشن. چجوری میخوای اینو ارزیابی کنی؟ خیلی ساده است. یک کاغذ میاری، مثلا میگی روی EKG اینجوری فاصله بین اسپایکا، این نیزهایی که بالا رفته مال آر، خط میزنی میشه 2 تا خط، درسته؟ بعد این خط ها رو میبری روی بقیه آرها، توی لیدهای مختلف میذاری. اگر ریتمت نرمال باشه یعنی چی؟ یعنی فاصله آرها برابر باشه، میتونی از این 2 تا روش استفاده کنی. اگر این 2 تا با هم برابر نباشه یه روش دیگه داره که اونو ببینیم. خب پس روش 300 تایی رو گفتیم.
روش 1500 تایی رو گفتیم. حالا میمونه روش تنبل ها. فکر کنم همه ما خیلی دوست داریم از این روش استفاده کنیم. خیلی روش ساده و راحته. این روش به ما چی میگه؟ حد فاصله موج آر، موج آر اول فکر کنیم اینه، تا موج آر بعدی فکر کنیم این. تعداد مربع های بزرگ هر چند تایی که باشه میشماریم. دقیق نیست دیگه، ممکنه دو سه تا مربع کوچیک این وسط بیفته، کاری به اونا نداره. این مال تنبل است. تعداد مربع های بزرگ رو ما میایم میشماریم، اما یه ریتمی بهش میدیم. چه ریتمی بهش میدیم؟ این شکلی میگیم 300 150 100 75 60 50 40 30 20 10. یعنی چی؟ یعنی اینی که به ازای هر مربع بزرگی که شما میبینی یکی از این عددا رو بهش اختصاص میدی. اگر فاصله بین این دوتا آر فقط یک مربع بزرگ بود، یعنی این آر که اینجا هست اینجا بود، فقط یک مربع بزرگ دیدی، میگی تقریبا ضربان قلب بیمار 300 تا در دقیقه است. پس برای یک مربع اگر دو تا مربع بین دو تا آر دیدی میگی چند تاست؟ تقریبا 150 تاست. اگر 3 تا دیدی تقریبا همون که گفتم 100 تاست. اگر 4 تا دیدی 75. اگر 5 تا دیدی 60. اگر 6 تا دیدی مربع بزرگ بین دو تا آر 50. اگر 7 تا دیدی ضربان قلب 40 تا در دقیقه است. اگر 8 تا دیدی 30 تا در دقیقه. 9 تا دیدی 20 تا در دقیقه و در کل 10 تا مربع بزرگ اگر بین دو تا آر دیدی یعنی ضربان قلب بیمار شما 10 تا در دقیقه است و داره میمیره. پس این روش کیا بود؟ تنبلا. تقریبا اینه. شرط استفاده از این روش چیه؟ اینه که این زیاد نرمال نباشه، اوکی نباشه، فاصله بین آر نه اینقدر زیاد نه اینقدر کم. اما یه روش برای زمانی که ریتم شما غیر نرماله، یعنی دقیقاً توی همه لیدها فواصل بین آرها برابر نیست. که برابر نباشه، یعنی موج آر میبینی با موج آر بعدی 3 تا مربع، با موج آر بعدش 5 تا مربع، با موج آر بعد اون 2 تا مربع، اینا با هم برابر نیست. ما اول گفتیم اگر 1 دقیقه نوار قلب رو ببینیم 300 خانه بزرگ میبینیم. حالا میم چیکار میکنیم؟ همون 60 ثانیه بود دیگه. میخوایم 3 ثانیه نوار قلب رو پشت سر هم نگاه کنیم. 3 ثانیه نوار قلب. یه تناسب ببندی میشه 15 خانه بزرگ. 15 خانه بزرگ یا 3 ثانیه از نوار قلب رو میایم چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم ببینیم توی این 15 ثانیه 15 خانه بزرگ یا 3 ثانیه چند تا موج آر می‌بینیم. مثلا البته یادت باشه توی نوار قلب فواصل 3 ثانیه‌ای
با یک خط بلند از هم توی نوار قلب جدا شده. پس دیگه لزومی نداره شما توی نوار قلب بشینید تک تک این مربع ها رو بشکنید. این فواصل 15 خانه بزرگ قشنگ از هم دیگه جدا شد. خب میام این 15 خانه بزرگ یا 3 ثانیه رو نگاه میکنیم ببینیم چند تا موج آر توش میبینیم. حالا از اینجا شروع میشه تا مثلا اینجا. این شد 15 خانه بزرگ. یه موج آر اینجا میبینم، یکی اینجا میبینم، یکی اینجا میبینم، یکی اینجا میبینم، 2 تا اینجا میبینم. ببینید که فواصل برابر نیست. یعنی چی؟ یعنی ریتم من غیر نرمال. میشمارم 1 2 3 4 5 6. خب شد 6. توی 3 ثانیه یا 15 خانه بزرگ 6 تا من آر دیدم. حالا میام چیکار میکنم؟ خیلی ساده، از مغزت نمیخوام استفاده کنیم، خیلی راحت ضرب در 10 کنیم. تقریبا ضربان قلب شما میشه 60 ضربان در دقیقه. پس 1 2 3 4 5 6 تا آر توی 3 ثانیه توی 15 خانه بزرگ دیدم. ضرب در 10 میکنم میشه 60 ضربان در دقیقه. تقریبا 60 ضربان در دقیقه. روش زمانی بود که آرها برابر نباشه، یعنی اختلالات ریتم داشته باشه. دو تا تعریف واژه رو داشته باشیم. 1 ریتم نرمال. 2 ریتم سینوسی. ریتم نرمال، ریتم سینوس. ریتم نرمال چیه؟ زمانی که همون اول گفتم فواصل بین موج آر با موج آر بعدی و بعدی و بعدی و لیدهای دیگر با هم برابر باشه. اینجا ما میگیم نوار قلب ما نرماله، فقط قید نرمال رو به کار میبریم. اگر فواصل بین این آر ها برابر نبود میگیم چی؟ میگیم نوار قلب ما غیر نرماله، یعنی فواصل بین آر ها برابر نیست. پس اگر برابر بود میگیم نرمال، اگر برابر نبود میگیم چی؟ غیر نرمال. واژه بعدی، ریتم ما سینوسیه. سینوس از کجا میاد؟ اگه یادت باشه جلسه قبل در مورد صحبت کردم که یک گره داشتیم به اسم گره سینوسی دهلیزی. یعنی چی؟ یعنی قبل این موج آر من بایستی یک پی داشته باشم. پی ضربانی بود که از دهلیز میونه. پس قبل از هر موج آری من بایستی یک پی داشته باشم و این پی هم باید شرایط همون پی هایی رو داشته باشه که منشأش گره سینوسی دهلیزیه. دیروز در موردش صحبت کردم. یعنی چی؟ یعنی طولش 2.5، ارتفاعش هم تقریبا 2.5. 6 صدم تا 12 صدم طول، 1 تا 3 خانه کوچیک ارتفاع داشته باشه. اگر غیر از این بود هر پی دیدی مربوط به پی گره سینوسی دهلیزی نیست، ما نمیتونیم بهش بگیم ریتم ما سینوسی. پس ما میتونیم یک ریتم سینوسی نرمال داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی یک پی قبل از هر آر و فواصل بین آر ها برابر. میتونیم یک ریتم سینوسی غیر نرمال داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی قبل از هر آر ما یک پی داریم و فواصل بین آر ها چی؟ برابر نباشه. میتونیم یک ریتم غیر سینوسی نرمال داشته باشیم. یعنی اون موجی که تولید کننده فرم پی هست مال سینوس نیست ولی فواصل آر ها برابرن، یعنی اون موج داره به شکل منظم میزنه. و میتونیم غیر سینوسی غیر نرمال هم باشه. از 4 تا شد: سینوسی نرمال، سینوسی غیر نرمال، غیر سینوسی نرمال و غیر سینوسی غیر نرمال.
یعنی اون چهارمی، یعنی اون پی منشأش گره سینوسی دهلیزی نیست، فواصل بین آر آرها هم برابر نیست. اما آیتم بعدی که در خدمت شما دوستان هستیم ارتباط پیدا میکنه با تعیین محور قلب. تعیین محور قلب، اگر یادتون باشه توی جلسه قبلی من یک دایره مثلثاتی برای شما کشیدم. حتما یادتونه که توی دایره مثلثاتی چند تا ربع داشتیم. ربع اول، ربع دوم، ربع سوم و ربع چهارم که از صفر شروع می شد، به 90 می رسید، به 180، 270 و می رسید به اینجا 360 درجه رو می زد. این یک دایره مثلثاتی، حرکتش هم پاد ساعت کرد، اینجا مثبت، اینجا میره به سمت. اما نکته یادت باشه توی دایره مثلثاتی قد دیگه این شکلی نیست، جای منفی و مثبت تقریبا برعکس میشه. یه بار دیگه اون دایره رو ما میکشیم به این شکل. توی این دایره مثلثاتی که خدمت شما گفتم، اگر یادتون باشه موجها رو ما تعیین کردیم که چه کسی کجاست. ما یک AVR داشتیم، یک AVL داشتیم، لید یک داشتیم، لید دو داشتیم، لید AVF داشتیم و لید سه داشتیم. این شکل رو با هم ارزیابی میکنیم. گفتیم اونایی که بر هم عمودن رو تعیین میکنیم چیه؟ خب لید یک با لید AVF بر هم عمود بودن، یک و AVF. لید دو و AVL بر هم دیگه عمود بودن و آخرین لید 3 و AVR بر هم دیگه عمودن. خب یکی میپرسه این به چه درد ما میخوره؟ خیلی ساده است. ما هم بر اساس این ببینیم آیا قلب ما، محور قلب ما نرماله یا نه. اگر یادت باشه من گفتم از گره سینوسی دهلیزی به سمت ایپکس قلب که پنجمین فضای بین دندی سمت چپ بود اینجا، جهت برایند بردارهای الکتریکی قلب این شکلی به سمت پایین. اگر بازم قیدش، اگر ما نرمال بشیم. حالا نه همیشه که نرمال نیستیم، گهگداری منی اختلالاتی میفته، اون ریتم به هم میریزه و اون محور قلب تغییر میکنه. خب ما میخوایم این تغییرات محور قلب رو از روی این نمودار بتونیم تشخیصش بدیم. خب ببین ما اینجا باید چیکار کنیم؟ ما بایستی بیایم کمپلکس هایی که توی این لید هایی که بر هم عمودن رو بررسی کنیم. بهترینش کدومه؟ بهترینش که ما قشنگ میتونیم ببینیمش، از روبرو ببینیم، نیازی نداشته باشه که مثلا سرمون رو این شکلی کج کنیم. کدومش بهتر از همه است؟ خودمون نگاه کنیم ببینیم. لید یک و AVF عمود شکلش خوبه، ولی این دوتا باید یه مقدار اینجوری کجکی نگاش کنیم. پس لید یک و AVF رو تقریبا میشه گفت همیشه استفاده میکنیم. کیا از این استفاده میکنیم؟ وقتی که بخوایم اذیت کنیم، اصلا سرم تو. ولی در حالت طبیعی از این دوتا لید ما استفاده میکنیم. خب حالا چه استفاده میخوایم بکنیم؟ خیلی ساده است. لید یک رو میبینیم، یک کمپلکس از لید یک و یک کمپلکس از لید دو.
کافیه. یک کمپلکس از لید دو، از لید ABF ببخشید، از لید یک کمپلکس و از لید ABF هم یک کمپلکس و از لید یک هم یک کمپلکس ارزیابی میکنیم. خب برآیند بین کمپلکس های QRS مون رو ارزیابی میکنیم. QRS تعداد مربع های کوچیکی که در این فواصل S و R وجود داره رو ما میشماریم. چند تا میشه؟ با هم میشماریم. مثلا 1 2 3 4 5 6 7. بالای این خط رو جلسه اول گفتم بهش میگن خط ایزو الکتریک. بالای خط ایزو الکتریک 7 تا مثبت، 1 2 3 تا پایین خط ایزو الکتریک منفی 3. برآیند این میشه چند؟ مثبت 4. این از لید یک. حالا میایم لید ABF رو ارزیابی میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 مثبت و 8 منفی. برآیندش میشه چند؟ میشه منفی 4. خب این دوتا رو تا اینجا داشته باش. بیایم اینجا. این جاهایی که این علائم رو میبینی، نوک فلش باید به سمت این علامت باشه. من این رو پاک کنم. نوک فلش باید به سمت این علامت ها باشه و انتهاش آزاد. هر جا که نوک فلش وجود داشت اونجا برای ما مثبته. هر جا، بازم میگم، نوک فلش به سمت علامت هست. 1 2 ABF 3 ABL ABR. هر جا نوک فلش وجود داشت اونجا برای ما مثبته و نقطه مخالف اون روبروی اون میشه منفی. یعنی اگه به این سمت بریم مثبته، اگه به این سمت بریم منفی میشه. توی لید ABL اگه به این سمت بریم مثبته، اگه برعکسش بریم منفی. توی لید ABF اگر به سمت پایین بریم توی دایره مثلثاتی منفی میشه ولی اینجا مثبته. به سمت ABF بریم مثبته، برعکس به سمت بالا بریم منفی میشه. حالا اینا رو جایگذاری میکنیم توی این لید یکمون شد 4 مثبت. یک کدومه؟ اینا باشه. 4 تا مثبت. 1 2 3 4 تا مثبت. مثلا یه نقطه اینجا میزنم. ABF هم شد چی؟ 4 تا منفی. 1 2 3 4 تا منفی. پایین نمیرم، بالا میرم. خب حالا میام چیکار میکنم؟ اینا رو عین برآیند بردارها که بلدیم به هم بستش میکنیم. برآیندش رو میکشیم. مثلا میشه این. خب این میشه محور قلب بیمار ما. به سمت بالا داره میزنه. این شکل. این محور قلب بیمار ماست. فقط خواستم اول ببینیم. حالا میایم این عددها رو بهتون میگیم که چه عددی نرمال حساب میشه. از منفی 30 درجه تا مثبت 110 درجه محور قلب ما نرمال. ببین از منفی 30 درجه تا مثبت 110 درجه محور قلب ما نرمال. قبلش اینو ببین. اینجا صفره توی مثلثات قلب. میام اینجا میشه منفی 90. میایم اینجا میشه منفی 180.
اینجا صفره، میایم اینجا میشه مثبت 90، میایم اینجا میشه مثبت 180. از منفی 30 تا مثبت 110 برای ما میشه نرمال. منفی 30 نصف اینو حساب میکنم میشه منفی 45. یه ذره میام پایین تر میشه منفی 30. این 90 بود، یه کوچولو بریم اون طرفتر میشه مثبت 110. پس این قسمتی رو که من دارم هاشو میزنم، امیدوارم توی تصویر هم شما به خوبی بتونید ببینید، فکر نمی کنم اینجوری باشه. این قسمتی رو که هاشو زدم از منفی 30 تا مثبت 110 حساب بکنیم بر اساس این شکل، اگر عددمون توی این رنج قرار بگیره میگیم محور قلب بیمار ما یا خودمون طبیعی. بهش میگیم normal axis deviation، انحراف طبیعی، انحراف محور طبیعیه. خب از منفی 30 که اینجاست تا منفی 90، از اینجا تا اینجا، این قسمتی که این شکلی دارم علامت میزنم، از منفی 30 تا منفی 90 بنویسم اینجا تا منفی 90 درجه میشه انحراف به سمت چپ، سمت چپ ماست دیگه، میشه انحراف به سمت چپ. این چپه، این راست. left axis deviation. پس منفی 30 تا منفی 90 میشه انحراف به سمت چپ. حالا بیایم از اینجا حساب بکنیم. از مثبت 110 تا مثبت 180، یا بعضی هم میگن تا منفی 180، ولی به سمتی که به شرطی که ساعتگرد حرکت کنی. تا ساعتگرد بری یعنی میشه این. از این طرف اگه بری از مثبت 110 تا مثبت 180، اون چپ بود، این راسته، این قسمت هم راسته، میشه انحراف به سمت راست، right axis deviation. این قسمتی که اینجوری علامت زدم right axis deviation. حالا از منفی 180 تا منفی 90، شکل پیتزا شد. از منفی 180 تا منفی 190 اگر عدد ما تو این محدوده قرار گرفت میشه از منفی 180 تا منفی 90 میشه ERAD extreme right axis deviation، انحراف به سمت راست شدید. توی حالت نرمال اغلب قریب اتفاق مردم بایستی توی محور طبیعی قلب قرار داشته باشه، اما یه اختلالاتی باعث میشه که این محور تغییر کنه، مثل بارداری، مثل آسید، مثل پلورال افیوژن، مثل هایپرتروفی هایی که توی بطن‌ها و گاهن دهلیزها اتفاق میفته، باعث میشن که محور قلب تغییر کنه. دفورمیتی هایی که توی شکل قفسه سینه وجود داره، سینه کبوتری، سینه بشکه‌ای، سینه قایقی شکل، اینا باعث میشه که محور قلب چی؟ تغییر کنه. پس اینا رو ما فعلا باید مد نظر داشته بریم مبحث. امیدوارم که اینو خوب یاد بگیرید.
اما دیگه یواش یواش در مورد نوار قلب بایستی جدی بشیم، بریم توی تشخیص علائم و نشانه‌های اختلالات قلبی توی نوار قلب. اختلالات ریتم قلبی. اختلالات ریتم قلبی میتونه به دو شکل دیده بشه. یا خود اختلالات ریتم قلبه، یعنی چی؟ یعنی اون فواصل آر اون موج پی اینا میتونه تغییر کنه، یا اختلال توی تعداد ضربانات قلب. هر دوی اینها رو ما میگیم اختلالات ریتم قلبی. علائم خاصی میتونه بده، از افت سطح هوشیاری، از احساس اضطراب و استرس، از حالت گیجی و منگی و بالا و پایین رفتن تعداد ضربانات قلب میتونه علائم این اختلالات ریتم قلب باشه. اما اختلالات ریتم قلب رو تقسیم میکنیم به چند دسته. یکی از اونها اختلالات ریتم دهلیزیه، یکی از اونها اختلالات ریتم بطنیه و توی اختلالات ریتم هر کدوم از این قسمت ها بازم یه دسته‌بندی‌های دیگه داره. ما امروز فقط می‌خوایم در مورد اختلالات ریتم گره سینوسی دهلیزی صحبت کنیم. اختلالات ریتم گره سینوسی دهلیزی. این اختلالات ریتم گره سینوسی دهلیزی همونطوری که از اسمش پیداست اختلال رو روی خود گره سینوسی دهلیزی اعمال می‌کنه. ما میدونیم که گره سینوسی دهلیزی برای ما یک پیس میکره، ضربان سازه، یعنی تعداد ضربانات رو تولید میکنه که بر اساس اون بعد هم به تبعیت اون بتونه کمپلکس‌های خودش رو داشته باشه و ما حالت نرمال سرپا بشه. چه اختلالاتی توی اختلالات ریتم گره سینوسی دهلیزی میتونیم ببینیم؟ تقسیم بندیش می‌کنیم. یک، آریتمی های سینوسی. دو، تاکیکاردی سینوسی. سه، برادیکاردی سینوسی. چهار، توقف سینوسی. 5، سندروم سینوس بیمار. این 5 تا آیتم رو ما امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. البته این همش نیست، تا اینجا برای شما کافیه. ان بیشتر از این رو توی مقاطع بالاتر بهتون میگم. این 5 تا اختلال گره سینوسی دهلیزی رو فعلا یاد بگیرید تا بعد. خب، آریتمی های سینوسی. من پاک کنم این قسمت رو فقط بزنم. آریتمی های سینوسی. خیلی از ماها میتونیم مبتلا بشیم در حالت‌هایی از شبان روز، در استرس‌های روزمره، اختلالاتی که ممکنه برامون پیش میاد و استرسورهای روانی اجتماعی که به ما منتقل میشه، میتونیم دچار این آریتمی سینوسی بشیم. اما آریتمی سینوسی چیه؟ آریتمی سینوسی حالتیه که طی اون ما در حین دم و بازدم تعداد ضربانات قلب ما متغیر میشه. یعنی وقتی که حالت دم رو انجام میدیم تعداد ضربان قلب ما میره بالا، وقتی که حالت بازدم رو انجام میدیم تعداد ضربان قلب ما میاد پایین. پس نکتهش چیه؟ وابسته به تنفس. در حین دم افزایش هارت ریت رو داریم، در حین بازدم کاهش هارت ریت. پس چه شکلیه؟ این شکلیه. ببین خودت تشخیص بده. دم کجاست؟ اینجا.
فواصل کم شده. بازدم کجاست؟ اینجاست. دم، بازدم، همه اینها با هم یه مرور کنیم. این الان ریتمش نرماله. یکم فکر کنیم. باشه، این ریتمش نرمال نیست. چرا؟ چون فواصل بین آرها برابر نیست. اما سینوسیه، بله گفتیم اختلالات سینوسی، چون قبل هر کدوم از اینا یک موج پی هست، پس میشه ریتم سینوسی غیر. علامش چیه؟ علامت خاصی معمولا نداره، ما رو اینقدر اذیت نمیکنه مگر اینی که طولانی بشه، طولانی مدت ها مشکلی داشته باشه. با این وضعیت ما حالت گاهن ممکنه اضطراب بهمون دست بده تو این بازه، و توی این بازه حالت گیجی، عقل گرفتگی شعور و حالت منگی بهمون دست بده. یه مقدار ممکنه مضطرب بشه، ممکنه فشار خونمون یکم بیفته، حتی ممکنه ما غش کنیم، سنکوب کنیم که خیلی مهمه. درمانش چیه؟ رفع عامل زمینه، هر چیزی که باعث شده ما این حالت برامون پیش بیاد. یه استرسوری توی زندگیمون هست، کافئین زیاد میخوریم، شب نخوابی داریم، چه میدونم درس خیلی زیادی داریم میخونیم، به خودمون داریم فشار میاریم، ورزش نمیکنیم، اینا دلایلی که میتونه باعث میشه. رفع عامل زمینه، میتونیم داروهای آرامش بخشم از دسته بنزودیازپین ها هم بدیم، مثل کلوریازپین. اگر دوره های تاکیکاردی توش بالا باشه، با تجویز و صلاحیت پزشک حتی میتونیم از داروهای دسته بتا استفاده کنیم، مثل داروی ماننده این. اقدام خاصی نیست، چون اتفاق خاصی برای ما توی این بیماری نیست. بریم مورد بعد. تاکیکاردی سینوس. تاکیکاردی سینوس همونطوری که از اسمش پیداست و شما عزیزان از ترم 1 دانشجوییتون اینا رو یاد گرفتین و مدیکال ابیویشن هم خوندید، میدونید که تاکیکاردی یعنی افزایش چی؟ قلب. چیه قلب؟ تعداد ضربان قلب. از چه نوعیش؟ سینوسیش. یعنی یک موج پی سینوسی قبل از هر کمپلکس آر وجود داره. اما تاکیکارد تعداد ضربان قلب بالاست. رنج نرمال توی این چنده؟ بین 100 تا 160 تا ضربان در دقیقه وجود داره. شکلش چجوریه؟ نرماله. نکته مهمش نرمال سینوسیه و تعداد ضربان قلبش هم بین 100 تا 160. پس خیلی به هم نزدیکه. چه شکلی؟ اینجوری. ببین فواصلش خیلی کمه و یه اتفاق اینجا برای ما میفته، اونم که احتمال اینه که موج تی کمپلکس قبلی با موج پی کمپلکس بعدی با هم ادغام بشن خیلی زیاده، پس دیدنش یه مقدار سخته. پس زنگا جواب بدم. به خاطر اینه که بتونم این کمپلکس ها رو بهتر ببینم، سرعت دستگاه کم میکنم یا زیادش؟ سرعت دستگاه زیادش میکنم. اگه یادتون باشه گفتیم نوار از زیر دست سری میکشیم، فاصله بین کمپلکس ها زیاد میشه، پس دیگه میتونم راحت موج پی کمپلکس کیوارس و موج تی رو ببینم. پس سرعت دستگاه رو از 25 میبرم روی چند؟ 50. سرعت رو زیاد میکنم که کمپلکس ها مقدار فاصله از هم بگیره، بتونم ببینم چه اختلالاتی میاد. تاکیکاردی سینوسی تعداد ضربان قلب بین 100 تا 160 تا. دلایلش چیه؟ خیلی زیاد میتونه باشه، از استرس گرفته، از اضطراب گرفته، از شب نخوابی گرفته، از اختلالات ریتم قلبی، از اختلالات متابولیک، از آرزان به خدمت شما، از سکته های قلبی، از مسمومیت ها با برخی داروها، از مصرف خیلی از داروها و مسمومیت های مختلف میتونه از
عوامل مهم ایجاد تاکیکاردی سینوسی باشه، ولی شایع‌ترین دلیل تاکیکاردی سینوسی همون ورزش کردن خودمون، فعالیت خودمون که این فعالیت زیاد و مخصوصا حوالی شما این تعداد ضربان قلبتون بالا میره، این بهش میگن تاکیکاردی سینوسی. در حالت نرمال هیچ اتفاقی برای ما نمیفته. وقتی فعالیت میکنیم باید تاکیکارد بشیم، نمیشه تاکیکارد نشیم. ولی اگر در حین حالت خواب، استراحت و آرامش ما ضربان قلبمون بالا بود، این یه اتفاق افتاده، یه اتفاقی اون وسط توی بدن ما افتاده که باعث بررسی کنیم و معمولا شایع‌ترینش هم میتونه توی اختلالات متابولیک غدد مثل هایپرتیرویدی اتفاق بیفته. تعداد ضربانات بالای قلبی در اثر هایپرتیرویدی. درمانش چیه؟ درمانش رفع عامل زمینه‌ای. عامل زمینه‌ای هر کدوم از اینایی که گفتم باعث رفع بشه. اگر با رفع عامل زمینه‌ای بهتر نشدین، میتونی از داروهای دسته بتا استفاده کنید. همونطور که بهتون گفتم، مثل ایندرال، مثل متول، کنترل کننده است. اقدام خاصی نمیخواد. چیز حاد و اورژانسی برای ما نیست. زمانی میتونه حاد و اورژانسی بشه که ما یه اختلال زمینه‌ای قبلی داشته باشیم. مثلا خدای نکرده قبلش ما یک سکته قلبی داشته باشیم و این هم بیاد روش سوار بشه، بعدا ما رو اذیت کنه. بریم برادیکاردی سینوسی. کاهش تعداد ضربانات قلبی به شرطی که نرمال باشه، موج پی هم قبل از QRS وجود داشته باشه، یعنی نرمال سینوسی از نوع برادیکاردش باشه. تعداد ضربانات قلب کمتر از 60 تا باید باشه. ببخشید 60 ضربان در دقیقه. برادیکارد می‌بینیم. در حالت آرامش، خواب و استراحت طبیعیه که تعداد ضربان قلب ما پایین، پس این مشکل نیست. اما در حالت فعالیت این وضعیت ادامه پیدا کنه، وضعیت خوبی نیست، ما رو اذیت میکنه. پمپاژ قلبی خیلی پایینه، پس خون رسانی به مغز کم میشه. پس علائم خودت بگو: کاهش سطح هوشیاری، حالت گیجی، حالت منگی، اینا وضعیتایی که ما میتونیم تجربهش کنیم. احتمال سنکوب. چرا؟ چون برونده قلبی کاهش پیدا کرده، جوابگوی نیاز بدن ما نیست. علائم الکتروکاردیوگرافیکش چی بود؟ همونی که بهتون فواصل بین آرها کمه. ببینید فاصله بین آرها کمه. درمانش چیه؟ درمانش در حالتی درمان رو ما انجام میدیم که اختلال همودینامیک بده. اختلال همودینامیک چیه؟ یعنی زمانی که این برادیکاردی همراه بشه با کاهش فشار خون. اگر کاهش فشار خون داشته باشیم، اختلال همودینامیک داده، پس باید از دارو استفاده کنیم. دیدید که این CPR معمولا یکی از داروهایی که استفاده میکنیم بهش میگن داروی آتروپین. داروهاش نیم میلی گرمیه. به قید اختلال همودینامیک ما از داروی آتروپین استفاده میکنیم با میزان دوز 6 میلی گرم. حد اکثر تا 3 میلی گرم بیشتر هم نمیتونیم بدیم. کمتر از 6 میلی گرم اگر بدیم تحریک واریه. شایع‌ترین دلیل برادیکاردی سینوسی هم تحریک وار هست. شایع‌ترین دلیلش. پس ما آتروپین رو میدیم که بر اساس این آتروپین تعداد ضربان قلب رو ما بالا ببریم. اما اگر برادیکارد شد، فشار خون هم نیفتاد، چیکار میکنیم؟ هیچ. چیکاری نمیکنیم. اتفاقی نیفتاد. ممکنه طرف ورزشکار باشه، ممکنه طرف
سوال من باشه اینقدر تعداد ضربان قلب جوابگوی نیازهای متابولیسم پایه بدن بیمار هست. مورد بعدی توقف سینوسی. توقف سینوسی همونطوری که از اسمش مشخصه یعنی گره سینوسی دهلیزی توقف پیدا کرده، یعنی نمیزنه، نمیتونه بزنه فعلا. دو دسته از توقف سینوسی اگه بخوایم ارزیابیش کنیم، یکیش بهش میگیم مکس سینوسی، یکیش بهش میگیم ارست سینوسی. مکس سینوسی و ارست سینوسی هر دو اینها توی کاتگوری توقف سینوسی قرار میگیرن. مکس سینوسی یعنی چی؟ یعنی زمانی که گره اس ما فقط یکی نه بیشتر، فقط یک بار نمیزنه، به هر دلیلی یک بار گره سینوسی دهلیزی ما نمیزنه. ارست سینوسی زمانی هست که بیشتر از یک بار این اتفاق بیفته، یعنی ارست کرده، کار نمیکنه فعلا. زمانی که بیشتر از یک بار گره سینوسی دهلیزی نزنه. شکل این چجوریه؟ مکس سینوسی این شکل. نگاه کنید، ضربان طبیعی اینجا قاعدتا باید یک موج پی می داشتیم که نداریم، یه چیز بدشکل اینجا می بینم و اینجا دوباره همه چی دوباره نرمال شده. حالا اینجایی که موج پی نمی بینم یک مکس، یک وقفه اتفاق افتاده. دو حالت میتونه داشته باشه، یا این مکس سینوسی بدون جوابه، یعنی اینو دیگه ندارم، همینطور میره جلو، یک وقفه است، یا اینی که نه، این مکس سینوسی من جواب داره، جوابش هم اینه. اگر جواب نداشته باشه خب هیچ، یه خط صاف می‌بینیم، بگیم یک مکس سینوسی اتفاق افتاد. اما اگر جواب داشته باشه یه همچین شکلی معمولا می‌بینیم. این زمانیه که بطن منتظره که دستور رو از دهلیز بگیره، از گره سینوسی دهلیزی بگیره که بتونه ضربان خودش رو بر اساس اون تعیین کنه. منتظر میمونه، هیچ جوابی هم از گره سینوسی دهلیزی نمیگیره. به همین خاطر خودش شروع میکنه به حالت خودمختار ضربان رو تولید میکنه. ولی چون دستور اصلی رو از گره سینوسی دهلیزی نگرفته، کمپلکسی که تولید میکنه یک کمپلکس دفرم است و شکل مناسبی نداره. به همین خاطر وقتی مقایسهش میکنی این کمپلکس رو با کمپلکس های بغل دستی میبینی شکلش دفرم است. چرا؟ چون پرمچوره، شکل مناسبی نداره. در حقیقت بعداً ما به این میگیم پی وی سی، فقط تو گوشه بمونه. مکس. حالا ارست سینوسی وقتیه که این شکل رو شما ببین و چند بار اتفاق بیفته. ممکنه در فواصل بین دو تا آره اتفاق بیفته، یعنی یه بار اینجا باشه، یه بار اینجا باشه، یه بار اینجا، یعنی که ممکنه چند تا ما از اینا داشته باشیم کنار هم، چند بار موج پی نزنه، کنار هم باشه، این فاصله طولانی میشه. اینم همونطور میتونه با پاسخ بطنی باشه، میتونه با پاسخ بطنی نباشه. خودت علائم این بیمارا رو ببین. چه اتفاقی افتاده؟ یه ضربان کم شده. کم شدن تعداد ضربان باعث چی میشه؟ کاهش کاردیاک اوتپوت، کاهش برونده قلبی. کاهش برونده قلبی، کاهش خونرسانی به کی؟ به مغز. اولین علامت حالت گیجی، حالت منگی، حالت اضطراب، حالت تهوع، همچین اتفاقایی براشون افتاده.
افت فشار خون، سنکوب، حتی ممکن امای هم اتفاق بیفته. اما دلایل توقف سینوسی چیه؟ تحریک وار شاید تا این دلیل بشه. حساسیت شدید گره سینوسی دهلیزی میتونه یکی دیگه از دلایلش باشه. ایسکمی گره سینوسی دهلیزی و مسمومیت با دیژیتال ها و دارویی مثل داروی کیندین یکی از شایع‌ترین دلایل این اتفاق توقف سینوسی هست. درمانش چی هست؟ درمان خاصی نمیخواد. عامل زمینه‌ای و معمولا رفع کنی بهتر میشه. ولی بر اساس این اتفاقایی که میفته ما میتونیم از داروهایی که اختلالات ریتم قلبی رو از بین میبرن استفاده کنیم. داروهایی مثل داروهای دسته بتا، مثل ایندرال، مثل مترال، مثل متاپروترنول، مثل دارویی که تازه اومده به اسم کنکور. اینا داروهایی هستن که میتونیم برای این بیماران استفاده کنیم و اختلالات ریتمشون رو از بین ببریم. و آخرین دسته‌ای که در موردش صحبت میکنیم بهش میگن سندروم سینوس بیمار. انگلیسیش هم می‌نویسم. اس 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 از بهش میگن اس 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 سی ساینوس سیندروم، سندروم سینوس بیمار. خب سندروم سینوس بیمار اختلالیه که اختصاصاً مربوط با گره سینوسی دهلیزی. شایع‌ترین دلیلش چیه؟ فیبروز شدن گره سینوسی دهلیزی به واسطه خیلی از بیماری ها. دستکاری های گره سینوسی دهلیزی به واسطه جراحی قلب، MI، انفارکتوس میوکارد، مسمومیت های مختلف میتونه اختلال توی این گره سینوسی دهلیزی وجود داره. شاید یکی از شایع‌ترین اون آترو اسکلروز عروق قلبی باشه. اختلالات خونرسانی به گره سینوسی دهلیزی که قسمت‌های خیلی زیادی از گره سینوسی دهلیزی بافتش از بین میره. اما علائم این SSS چیه؟ 3 تا علامت مهم داره. 1. برادیکاردی، یک دوره برادیکاردی. 1 دوره توقف سینوسی و 1 دوره تاکیکاردی. پس 3 تا علامت داره: برادیکاردی، توقف سینوسی و تاکیکاردی. این 3 تا علامت رو ما بایستی ببینیم توی یک استریپ نوار قلب. اگر این 3 تا علامت رو دیدیم میتونیم بگیم این سندروم سینوس بیماره. دلیلش هم که به شما گفتم. و علائم بیمار توی هر کدوم از این فازها متغیره. توی فاز برادیکاردی علائمش حالت خواب‌آلودگی، حالت گیجی، حالت منگی، حالت افت فشار خون. توی توقف سینوسی همین حالت ها ضرب در 10 خیلی بیشتر میشه و توی حالت تاکیکاردی مشخصه دیگه احتمال افزایش فشار خون، استرس، اضطراب و حالت تهوع و بیقراری برای بیمار اتفاق میفته. اما درمان اینها چیه؟ درمانشون کنترل بیمار توی این فاز و این فاز. توی این فاز کنترلش از نظر فیبریلاسیون دهلیزی خیلی شایعه. حالا فیبریلاسیون دهلیزی چیه؟ توی جلسات بعدی در موردش صحبت می‌کنم، فعلا فقط داشته باش. و یعنی در حقیقت فالوآپ و مانیتورینگ بیمار از نظر این علامت
و در صورت نیاز استفاده از پیس میکر. یعنی پیس میکر ممکنه این توقف سینوسی ادامه داشته باشه، این موج پی ای نزنه و ما مجبور بشیم از پیس میکر استفاده کنیم که ضربانات قلبی رو برای بیمار تولید کنه. پس توی این دوتا فاز کنترل همودینامیک، کنترل نوار قلب، ارزیابی سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیمار از نظر عدم فیبریلاسیون دهلیزی و اگر اختلال توی توقف سینوسی ادامه پیدا کرد بایستی بریم از پیس میکر استفاده کنیم. اما توی تاکیکاردی هم مثل قبل داروهایی که کاهنده تعداد ضربانات قلب هستن و کنترل کننده ریتم هستن، مثل داروی دسته بتا، مثل داروی دسته کلسیم بلاکر، بتا بلاکر، اینا داروهایی هستن که توی تاکیکاردی‌های ناشی از سندروم سینوس بیمار استفاده می‌کنن. بحث امروز رو با گفتن این بیماری به پایان میبریم. در جلسات آینده مجدد اختلالات دهلیزی ادامه داره، در مورد اختلالات دهلیزی صحبت میکنیم. هنوز تموم نشده. اختلالات دهلیزی رو که تموم کردیم در مورد اختلالات بطنی صحبت میکنیم، تعداد زیادیه. همه اینها که تموم شد تازه میریم سر اصل مطلب خودمون که نحوه تشخیص اختلالات متابولیک و همون MI هست توی نوار قلب، چجوری میتونیم تشخیصش بدیم. مطالبی رو که جلسه قبل بهتون گفتم و این جلسه برای شما عرض کردم لطفاً مرور کنید، مطالعه کنید. دائم چون خیلی فرار هست فراموش میکنید، کتاب رو هم استفاده کنید و تا جلسه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.